سلام بچه ها، امیدوارم که خوب باشین. خوش اومدین به اولین جلسه از کلاس روانشناسی بالینی. من خجوی هستم، مدرس درس روانشناسی بالینی. ما تا حالا چندین دوره روانشناسی بالینی ضبط کردیم. هر جا که لازم بوده مواردی رو بهش اضافه کردیم، آپدیت کردیم، ولی هر موقع که لازم دیدیم بسته به کنکورایی که توی سالهای اخیر اتفاق افتاده، سوالاتش و منابع، آپدیت منابع اصلی، تصمیم میگیریم که از ابتدا دوره رو ضبط بکنیم. این چندمین باره که ما داریم از ابتدا دوره روانشناسی بالینی رو ضبط میکنیم و از آخرین منابعی که هست براتون توی این کلاس میگیم و نکاتش رو با هم دیگه مرور میکنیم و سعی میکنیم مفاهیمش برامون جا بیفته. توی این کلاس من بهتون یه سری منابع اصلی و کمک آموزشی معرفی میکنم. شما تصمیم میگیرین که آیا وقت دارین که در کنار کلاس اونها هم بخونید یا نه. اگر وقت داشته باشید چه بهتر، میتونه بهتون کمک بکنه که کلاس براتون بهتر جا بیفته و نکته های بیشتری رو در کنارش داشته باشین. اگر هم که وقت ندارین، مطمئن باشین که مفاهیم رو کامل براتون توضیح میدم و نکته های اساسی و مهم رو توی کلاس با هم دیگه خواهیم داشت. ولی اگر وقت دارین بهتون توصیه میکنم که کتاب روان‌آموز رو حتما کنار کلاس داشته باشین، به خاطر اینکه ماهیت کلاس اینجوریه که نمیاد حالا همه نکات رو بگه دیگه، نکات ریز و اینها میمونه. واسه همین اگه وقت داشته باشیم کتاب میاد کلاس رو تکمیل میکنه، ولی هیچ نکته برجسته و مهمی نیستش که داخل کتاب باشه و ما توی کلاس نگیم. بنابراین اگه احیانا وقت نداشتید که کتاب بخونید هم نگران نباشید. ما توی کلاس حواسمون هستش که علاوه بر جا افتادن مطلب نکته هم بگیم. خاصیت کلاسایی که من تدریس میکنم کلا اینطوریه که تلاش میکنه 2 تا وجه رو داشته باشه. یکی این که مطلب به جون و دلتون بشینه، یعنی بفهمینش، نخواین که فقط نکته وار بخونین و حفظ بکنین، و کلاس شیرین باشه، جذاب باشه، که انگیزه داشته باشین که منهای کنکور اصلا به موضوعات و مباحث جذابی که توی روانشناسی داریم عمیقاً فکر بکنین که انشالله بعداً هم به کارتون بیاد، مخصوصاً توی کلاس روانشناسی بالینی که هر نکتهش میتونه واقعاً چراغی باشه که بعداً خواستین چه پژوهشگر باشین چه درمانگر باشین توی روانشناسی بالینی به کارتون میاد. ولی از اون جهت که طبیعتاً ما داریم برای کنکور آماده میشیم و هدفمون 1% بالا توی درس روانشناسی بالینیه، خب کلاس رو جوری تدریس میکنیم مثل بقیه کلاسایی که تدریس میکنم که نکته‌وار هم باشه. از این جهت ما یه سری پاورپوینت داریم که در اختیار شما هم قرار میگیره. توی پاورپوینت ها یه سری نکته وارد شده، جاهای خالی داره که ما توی کلاس با هم دیگه اونا رو پر میکنیم. حالا بعضیا خودشون خلاقانه شیوه گوش دادن به کلاس رو جوری تنظیم میکنن که یه بارم خودشون جاهای خالی رو پر بکنن، یعنی صحبت منو استاپ میکنن، جای خالی رو پر میکنن، بعد دوباره با من کلاس رو میان جلو. ممکنه مثلا دفعه 2 که دارین کلاس رو گوش میدین این کار رو انجام بدین، دفعه اول فقط همراه من باشین وقتی که دارم جاهای خالی رو پر میکنم. اون جاهای خالی جاهایی هستن که نکته های اساسی، یعنی چیزایی که میخوایم از توی صحبتمون بولد بشن. یعنی من صحبت رو انجام میدم، بعد با هم دیگه میبینیم که خب چه نکات بولدی توشه و اونها رو با هم دیگه پر میکنیم. از این جهت پس ما سعی میکنیم که هم فهم رو داشته باشیم هم نکته های اساسی رو. حالا طبیعتاً یه سری نکات ریزی وجود داره که اونها داخل کتاب روان‌آموز هست و میتونه تکمیل بشه. بعضی از شماها هم دوست دارین که کنار این 2 تا، یعنی کلاس و کتاب روان‌آموز، یه دور منبع اصلی بخونین. اینم دست شماست. اگر دوست داشتین میتونین این کار رو انجام بدین، ولی ضرورتی نداره. توی کلاس بالینی من دارم از چند تا کتاب استفاده میکنم. اولی و مهمترینش کتاب فیرسه، داریم از آخرین آپدیتش استفاده میکنیم که نوشته ترال و همکاران هستش، و اگر که احیانا شما کتاب قدیمی تر فیرس رو هم داشته باشید مسئله نداره، چون با هم همپوشن، ولی ما از آخرین آپدیتش استفاده میکنیم. دومین کتابی که خیلی شبیه و مطالب خیلی همپوشی در واقع با کتاب قبلی داره کتاب کرامره که از اون هم داریم استفاده میکنیم و نکات برجسته و مفاهیمش رو کامل داخل کلاس میگیم و داخل کتاب روان‌آموز هم که هست. بعد وقتی سنجش‌ها رو میگیم، مثلا ابزارهای سنجش رو میگیم، از مارنات استفاده میکنیم، نکات برجسته و مهم مارنات رو میگیم. خب طبیعتاً اصلا تو سال کنکور از شما انتظار نمیره که اون کتاب سنگین رو بخونیم
ولی ما داخل کلاسمون و همچنین داخل کتابمون نکات اون رو کامل داریم. به علاوه این که وقتی وارد درمان ها میشیم دیگه یه کتاب کامل عوض میکنیم و میریم سراغ کتاب معروف پروچاسکا که اونجا از کتاب پروچاسکا استفاده میکنیم، ولی همچنان نکات فیروس و کرامر رو هم در زمینه درمان داریم. خب پس کلاس ما چندین کتاب رو داره پوشش میده، همونجور که کتابمون داره این کتابای اصلی رو پوشش میده. از این جهت نیازی نمیشه واقعا که شما کتاب اصلی بخونین، ولی اگر احیانا دوست داشتین که کنار کار ما کتاب اصلی بخونین، فیرس میتونه کتابی باشه که بهتون کمک میکنه مطلب رو بفهمین. اگرم با کتاب دیگه میخواین ارتباط بگیرین، فیرس رو دوست ندارین، کرامر کتابی که خیلی بهش شبیه و نزدیکه، ولی سراغ مارنات لازم نیست برین. در مورد پروچاسکا چون یه کتاب درمانیه و هر فصلش داره یه نظریه درمانی رو براتون توضیح میده، اونم کتاب جذابیه. یعنی وقتی به درمان ها برسیم شما میتونین هر درمانی رو که من توضیح میدم یک بار از پروچاسکا بخونین، چون خب خیلی خوب توضیح میده، مفصله و میتونه تکمیل بکنه فهمتون رو. وگرنه داخل کلاسمون داریم نکاتش رو کامل میگیم و توی کتابمونم که هست. این از منابعی که باید داشته باشیم. پس اگه وقتمون خیلی محدوده فقط کلاس، اگر وقتمون کمی بازتره کلاس و کتاب روان‌آموز، اگر که وقتمون خیلی بازه برای سنجش ها و موارد بجز درمان فیرس و برای درمان ها پروچاسکا رو میتونیم کنار کلاس داشته باشیم. در مورد پاورپوینت ها هم حالا یا میتونیم پرینتشون بکنین داشته باشین، یا اینکه روی یک سیستمی داشته باشین و همینطور که کلاس رو میبرین جلو فقط جاهای خالی رو جواباش رو روی دفترتون یا هر چیزی که دارین بنویسین. نمیخواد که حالا پاورها رو پرینت بکنین چون خیلی خیلی زیادن. یکی از جاهایی که خیلی این به دردتون میخوره، این پاورها و این نکته ها، هفته های آخریه که ما داریم مرورای نهایی رو انجام میدیم برای درس سنگین و حجیم روانشناسی بالینی، که این پاورها میاد تماما چیزهایی که توی این ماه ها خوندید و براتون خلاصه بندی، جمع بندی و مرور میکنه. یعنی یکی از بهترین چیزهایی که برای جمع بندیه. خب آماده سازیشون و ترکیب نکته ها از چندین کتاب خیلی از من وقت میگیره و فکر میکنم که این وقت رو سیو میکنه برای شما. لازم نمیشه دیگه شما برای جمع بندیاتون چیزی آماده بکنین، چون همیشه موقع توضیحی که میدم در مورد جمع‌بندی ها مثلا بهتون میگم که یه نکته هایی رو بردارین یا یه سری چیزهایی رو آماده کنین برای هفته های آخر، ولی برای درسایی که با من دارین و همچین پاورایی دارن شما میتونین از همون پاور برای جمع‌بندیاتون استفاده کنین و نهایتا اگه دوست داشتین 2-3 تا نکته بهش فوقش اضافه میکنید و دیگه کارتون از این جهت هم سبک میشه.